و این چیزی که از این وصیت فرا میگیری ترس از خداست و اکتفا به آنچه بر تو واجب ساخته و رفتن به راهی که پدرانت و نیکان خاندانت آن را نهی کرده اند، زیرا آنان همواره بر کار خود نظر داشتند همان گونه که تو باید نظر کنی و به حال خود می اندیشیدند همان گونه که تو باید بیاندیشی. سرانجام چنان شد که آنچه دانستند بدان عمل کردند و آنچه انجام آن بدان